نام خدا. سوالات کلیدی که از حراست وزارت نفت باید پرسید. اخیراً فردی به نام محسن بکلربیگی در پتروشیمی هنگام که زیر مجموعه هلدینگ خلیج فارس بوده و در بالادست آن وزارت نفت قرار دارد، به نوعی عنان همه امور را در هلدینگ خلیج فارس در اختیار گرفت و این امر برای دستگاه‌های امنیتی و همچنین دلسوزان صنعت نفت و پتروشیمی زنگ خطرهایی را به صدا درآورده است. نیاز است برای این مهم حراست وزارت نفت به عنوان نهاد ناظر بالادستی بر هلدینگ خلیج فارس و همچنین حراست هلدینگ خلیج فارس به عنوان لایه آخر نظارتی سوالات زیر را پاسخ دهند. 1. وضعیت استعلامی محسن بکلربیگی در هلدینگ خلیج فارس و وزارت نفت چگونه است؟ نظر وزارت اطلاعات سپاه، فراجا و قوه قضاییه درباره وی چیست؟ 2. بنابر خبری که رسانه‌ها منتشر کردند، محسن بکلربیگی 7 ماه در بازداشت بوده است. طبق قوانین مجازات اسلامی مدت بازداشت، حتی بازداشت موقت اگر باشد، اگر از 6 ماه تجاوز کند، فرد مورد نظر دارای سوء سابقه مؤثر کیفری خواهد بود. چرا چنین فردی در جایگاه تصمیم گیری اصلی در هلدینگ خلیج فارس قرار دارد؟ 3. درباره وضعیت استعلامی بکلربیگی در پتروشیمی قدیر و همچنین وضعیت عملکردی او در همین مجموعه به صراحت اعلام موضع بفرمایید. 4. با توجه به اینکه بکلربیگی سرپرست پتروشیمی هنگام می باشد و همزمان به صورت قائم مقام غیر رسمی هلدینگ خلیج فارس نیز حضور دارد، این مسئله صحت داشته که وی تنها 2 روز در هفته را برای مجموعه هنگام وقت می‌گذارد. 5. در رسانه‌ها گفته شده برخی اقوام نزدیک وی ارتباطاتی با نفاق داشتند. لطفاً به صورت واضح بیان بفرمایید مادر، پدر، دایی و عموی وی در چه وضعیت سیاسی و شغلی قرار دارند. این خواسته عموم مردم برای شفاف‌سازی و مدیریت صحیح منابع و دستگاه‌های دولتی میباشد. سپاس از توجه شما مخاطبان گرامی.